دوستان درود، عرض ادب. همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم، قیمت طلای 18 ایار تو سقف کانال روزانه به 4 ساعته خودش قرار داشت و هر آن احتمال آغاز اصلاح وجود داشت. ولی با توجه به رفتار قیمتی که من امروز از این چارت دیدم، قیمت از فاز اصلاحی هم خارج شده و وارد فاز ریزشی شده. من خواهش میکنم این پست رو تا انتها ببینید و برای عزیزاتون هم بفرستید که ممکنه به دردشون بخوره. دقت کنید، تو این بازار هر عجله‌ای میتونه منجر به ضرر بیشتر بشه. اولین نقطه حمایتی از نظر تحلیل تکنیکال میتونه هولوش 14 میلیون تا 13 میلیون 900 هزار باشه که باعث تشویق خریدارای بزرگ بشه که وارد معاملات خرید بشن. و دومین محدوده‌ای که من در نظر دارم محدوده کف کانال حمایتی ماست و اون هولوش 13,100 تا 13 میلیون تومنه که اگر به اونجا برسه یه قیمت رویاییه و میشه خریدای خیلی خوب انجام. یادتون باشه این فقط تحلیل تکنیکال صرفه و هیچ توصیه‌ای برای خرید و فروش نیست. مواظب خودتون و سرمایه‌گذاریاتون باشید.